бузургтарин полишгоҳи нафти Данғара то ҳол сармоягузорони худро пайдо накарда аст. 6 моҳи пеш масъулони ин минтақа ба густариши ҳамкориҳо бо Эрон умед баста буд. акнун гуфтушуниди корхона на танҳо бо Эрон, балки сармоягузорони чиниву араб ва кишварҳои дигар низ сар шудааст. аммо то ҳол дар Данғара касе дақиқ намегӯяд ки ин корхона кай ба кор оғоз хоҳад кард. چین هستند از جمهوری متحده عرب دوشونی مبانی سرمایه‌گذاران 3-4 دولت رفته شده است الان ما با طرف رسمی می‌ریم با شما پیشنهاد می‌کنیم. قرار بود پالایشگاه دنغره تیر ماه سال 2016 به کار سر کند، ولی چند سال باز گشوده شوی آن به تأخیر می‌افتد. یک سببی به کار آغاز نکردن آن را به سرمایه‌گذاری پیوند می‌دهند. این در حالی است که ساختمان انبار و ترمینال‌های آن پر را به پایان رسیده است. اما مثل سالهای گذشته سنه آغاز کار دیگر اعلان نمی شود. کارخانه کارکرد نفت رسما نشده است. ما با سرمایه‌گذاران گفتگو داریم و از روی نزدیک و شما با طریق رسمی پیشنهاد میکنیم. خیلی همین باز میشود. در روی نزدیک و طریق رسمی با شما پیشنهاد میکنیم. در صورت به کار درآمدن این پالایشگاه میتوان سال از 300 تا 500 هزار تن نفت را به بنزین و دیزل و مازوت تبدیل دهد. 6 سال باز به کار سر نکردن آن عقیده های را به میان آورده است که شرکت های اساسی وارد کننده سوزشواری به پذیرش چنین رقیب آماده نیستند. آغاز کار پالایشگاه دنغره میتواند درآمد چنین مونوپولی ها را به مراتب کم و سوزشواری را به مراتب ارزان کند. تاجیکستان در نیم سال اول تنها از روسیه 340 هزار تن سوزشواری وارد کرده است که نظر به همین دوره سال گذشته 41% بیشتر است.